السلام علیکم بینندگان عزیز. ما در این ویدیو برای شما زوز پیتزا و پیتزا زلامی را پیشنهاد میکنیم و نشون میدیم. با ما باشید تا آخر ویدیو و البته لایک و پس را فراموش نکنید و میگذاریم به زوز پیتزا. برای زوز پیتزا پیش از همه پتازیلی و ریحان لازم است و ما با چیزهای طبیعی یعنی با اشیاءهای طبیعی ما درست میکنیم. بسیارتر یعنی سیر پیاز را خرد میکنیم. به همین طور ما که میکسیرش میکنیم برای ما کفایه است اینقدر خرد کردن چند دانه سیر پیاز و اینچنین بعضی ادویجات را چیز میکنیم، آمیخته میکنیم. این یک قاشق نمک و یک قاشق خوراخوری دیگر شکر بدن و یک قاشق دیگر شکر و این کمی پیش و قفا آمده است این زیر نویسش و این یک قاشق دیگر اورگانو، یک قاشق دیگر مرچ، صد میلی گرم آب، یعنی در کل یعنی 200 گرم آب لازم است. ما اول 100 گرم ریختیم و بعدا وقتی که همه را آمیخته کردیم بعد بازم لازم شد احتیاج به آب داشتیم و 400 میلی گرم از پمیدورهایی که پوستش را گرفته شده است، پمیدور تازه کرده شده. خوب و این زوز ما کمتر آمد. برای چی کردن بازم ما کمتر اضافه کردیم از این ربع پمیدور، یعنی 2 قاشق و 100 میلی گرم آبی خنک به هم آمیخته میکنیم. ما کل ویدیو رو نگرفتیم و شاید که 2-3 دقیقه طول میکشه تا که تمامی همین تمامش باید هضم شود، یعنی خرد کرده شود. ما میدونیم که در پیتزا یکی از اشیاءهای لازمه این زوز پیتزا هست. باید زوز پیتزا خوب بیاید. من چشیدم و بهترین زوز آمده است. میگذاریم به قسم دومی پیتزا. یعنی به قسم درست کردن پیتزا. یعنی ما در این ویدیو البته پیتزای زلامی رو نشون میدیم. پیتزای زلامی یعنی با همون چی گوییم حسیب یا حسیب هایی که همین طور بریده شده خود آماده هستند، یکی از پیتزا های مشهور به شمار می رود و البته 150 تا 180 گرم بستگی از خود لیست دارد. خمیرش رو میگیریم و همه شما میدونید که خمیر رو چگونه تنو کرده می شود، احتیاج به گفتن نیست. اگر شما ببینید، اگر هر کسی که نمیدوند یعنی بازم طرزی تنو کردن این خمیر را یاد گیرد. کمی با خمیر بازی میکنیم انا همین طور با دست، چون که خمیر خودش را باز میکند. باید خمیر پیتزا کمی نرم باشد. همه شما میدونید که باید نرم باشد. البته رسپت خمیر پیتزا رو یک ویدیوی معین کردگی هستم که میتونید شما از اونجا
دسترس کنید چی لازم است برای خمیر پیتزا. یکی از اشیاء لازمی دیگر در پیتزا این خمیرش هم هست. البته لیست رو روغن میکنیم و انا همین طور خوبکک در لیست جای میکنیم. مثل همیشه که پرکوب میزنیم، یعنی وقتی هنرمند باشی باید به هر چیزی که باشد یعنی میشود که کارا بود کرد. ما هم با این یعنی چنگک یعنی ویلکا پرکوب زدم. یعنی 50 میلی گرم زوز پیتزا از همون زوز پیتزایی که آماده کردیم. خوب، در اول ما شروع میکنیم پنیر رو یعنی سیر رو در اول میریزیم، یعنی از 150 تا 200 گرم سیر. همه سیر رو در زیرش میریزیم و زلمی رو با شکل های گوناگون یعنی چی در بالایش گذاشته می شود. پیتزای ما 200 ببخشید یعنی 26 سانتی متر هست و 4 تا زلمی کفایه هست. چوردانه. و دوستان عزیز دقت داشته باشید، دقت دهید که زلمی رو وقتی باید اگر گذاشت یعنی کمی لب به لب خمیر بگذارید، نه این شکلی که من گذاشتم این نه. در پیتزای دوم شکل درستش رو نشان دادم. البته اونجا بازم هر یک زلمی رو من 2 تقسیم کردم، یعنی شما لب به لب خمیر بگذارید چون که وقتی بپزد اون جمع می شود یعنی در بین می بیاد، می توانید که در همون لبهاش بیاید. و 250 گرادوس در از 10 تا 15 دقیقه. دویمش رو به همین شکل درست میکنیم. البته روغن میکنیم که بازم مثل پیشین که 150 تا 180 میلی گرم ببخشید خمیر باید باشد. من در این ویدیوها را کوتاه کردم چون که برای بیننده عزیز خود وقتش رو زیاد نگیریم و چیزی اصلی را هر چیزی که دوست دارد همون چیز را بگیرد. برای همین خاطر ویدیوها را کوتاه کردم. هر ویدیوهایی که مثلا در موضوع پیتزا باشد ما انشالله تصمیم گرفتیم که تمام ویدیوها را برای شما عزیزان پیشنهاد کنیم. و الان شروع میکنیم. بازم زوز پیتزا پرکوبم زدیم. زوز پیتزا مثل همیشگی 50 میلی گرم. به همین شکل ما میتونیم که خوب زوز پیتزا را پهن کنیم. همچون که گفتم یعنی 3 دانه زلمی رو از بینش 2 تقسیم میکنیم تا که همه جای پیتزای ما زلمی جای گیرد. اول سیر یعنی پنیر رو 150 تا 200 گرم. در ویدیوهای پیشینم گفتم که اگر پنیر حجمش زیادتر بیاید پیتزا خوشمزه می شود و خوب است. و اگر مثلا سبزوات رو یا اینکه دیگر اشیا رو مثلا تونی ماهی رو یا اینکه انا همین زلمی رو یا همچون بعضی چیزهای هست که اگر زیاد کردی استاندارد خودش نباشد زیادتر باشد لذتش را گم میکند. انا به همین شکل ببینید که من لب به لب گذاشتم. در این پیتزا خیلی قشنگتر یعنی زیباتر آمد نسبت به پیتزای پیشینه. دوستان عزیز البته ابونه شدن و لایک را فراموش نکنید و این دستگیری خیلی خیلی شما برای ما هست. انشالله که بازم ما
تصمیم های دیگه هم داریم که این برای ما خیلی کمک میکند و 250 از 10 تا 15 دقیقه میگذاریم. با همین بود پیتزای ما، یعنی در بالایش اورگانو هم میریزیم که اون مخصوص پیتزا است. پیتزا رو با همین شکل بریده می شود. با همه شما اشتهای تام میتونید که اگر همین رسیپی که من گفتم در خانه کنید، انشالله بهترین پیتزا رو در خانه میخورید. در آخر یک صلوات به پیغمبر میفرستیم و تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار شما.